زندگی خوب همین برای زندگی خوب کردن مهنتی خوب کردن دکور مهنتی تازه کردن دکور مهنتی حلال کردن دکور که زندگی خوب شود. زندگی شما خوب است؟ خدا باشکر. البته این از خودی انسان وابسته است. ممکن است پول مال را یافتن لیکن آسودگی عائله و زندگی باید همه وقت باشد، معتدل باشد. حالا که من خودم عائله دار نیستم لیکن کوشش میکنم زندگی من خوب گذره. هرچند وضع اقتصادی هم اونقدر خوب نیست باز هم کوشش میکنیم از این هم خوبتر شود لیکن با اصطلاح روسی پوزیتیو رو از دست نمیدیم. خیلی کار میکنید تمام بیکار نمیشه. ها شکر خیر مثال پدر و مادر در طور سرما صحت سلامت هیچی کمبودی نداریم مثال در بهترین دانشگاه تحصیل کردیم خوندیم. کدام زندگی همیشه گفت که خوب است فخر کردم از این زندگی؟ اکو مثال فکری هر کس هر خیلی است مثلا یا خیلی میخوان پولدار شدن با زندگی کنن یا خیلی میونه هیچ که با فکرم که زندگی کم بغلی ناز نمیبینه آخه هم نیست. های خود آدم واسه که همین های زندگیش همین ناز خورد ناز کشد همین ناز زندگی کنم همین دیگه. Правильно жить, правильные дела делать, вот ничего плохого никому не создавать, вот и все. زندگی خوب در اما حالت می شود که اگر تن آدم صحت باشد همیشه بردباری یارش باشد یاری موفق داشته باشد عائله خوب داشته باشد. مثال بگیریم ساحه آرشیو شناسی را من بیش از 500-600 تا شاگرد تیار کردم به من افتخار است. همین ما میفهمم که همین دنیا تنجی و سری و پری و ارزانی باشه این همیقه عائله ما کلان زندگی ما ناست همه طرفه همه اتفاق. چی میتونه زندگی خوب کند؟ اتفاقی هم دیگر فهمی که زندگی شیرین میگذره. ما عائله دا 21 نفر در یک حوالی. زندگی ما شیرین ناست. به نظر من زندگی خوب اونه که جایی باشی هر جای دنیا که اول مهمترین چیز عدالت باشه. حالا عدالت اقتصادی میخواد باشه عدالت سیاسی باشه عدالت اجتماعی باشه و بعد آزادی و قانون. خب جایی که عدالت بود همه راضی هم. گزارشی که حالا دیدید چه خیلی بود؟ معقول شد یا نشد؟ میخواهید که اولین شده گزارش های ما را بینید؟ پس این تگمه را پخش کنید و آبونه شوید. شما اولین بیننده خواهید شد.